الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوامی درسی پیشتره از سوره تحریمه. در یادتان باشد خواهران عزیز، ما گفتیم این سوره اکثریت احکامهایش درباره زنها هست و ما هم تصمیم گرفتیم که از این آیات‌هایی که در هر روزه زندگی شما برایتان انشالله خیلی و خیلی تأثیر میرساند همراهتان درس کنیم. رسیده بودیم به آیت 7. پروردگار میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ای آنهایی که کافر شدید، ای شخصان کافر، امروز لا تعتذروا، عذر نپرسید. یعنی عذر شما امروز فایده ندارد. وقتی روز قیامت شد و در حدیث آمده است وقتی غرغره یعنی زمانی جان کنی شد، الله که تو احساس کرده ایستاده که جانت در گلویت هست، دیگر توبه تو عذر تو مثل توبه یا گفتیم ایمان فرعون هیچ فایده ندارد. این چنین وقتی روز قیامت از قبر بیدار شدی و الله که دیدی که همه چیزی که تو دروغ می شماریدی حقیقت داشته است، پروردگار رو عذر میپرسم، توبه کردم، پشیمانم، اینها فایده ندارد. الله میگوید ای شخصان کافر، امروز روز قیامت است، امروز عذر شما هیچ فایده ندارد. انما تجزون ما کنتم تعملون، شما به سزای جزای عملهای کرده خود میرسید. هر کاری که کردید از گناه جزای آن را میبینید و ثواب شما هم امروز هیچ برای شما برای داخل شدن به جنتتان سبب نمیشود. یعنی پروردگار چی میگوید؟ گذشت وقتی عذر پرسیدن، وقتی روز قیامت برپا شد، یا در حدیث خیلی گفتیم وقتی الله که تو لحظه مرگت هست 100% یقین داری که الان جانت میبراید، من توبه کردم، فایده ندارد. الله که فرصت توبه گذشت. در دوامش میگوید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله میگوید ای آنهایی که ایمان آورده اید، توبه کنید به سوی پروردگار توبه نصوح. توبوا الی الله توبة نصوحا. معنای توبه نصوح خواهران عزیز سخن علما تا 25-26 از آنم زیادتر می رود، اما اصل تمام سخن علما را جمع کنیم با سخن صحابه ها و حتی حدیث هم در این باره هست که توبه نصوح این است که تو پشیمان هستی از گناهی کرده اد و عزم میکنی که به آن گناه دیگر بر نگردی و آن گناه رو خیلی و خیلی با قلب خود بد میبینی. از گناهی کردت پشیمانی، در قلبت عزم داری که دیگر اصلا به آن گناه بر نمیگردم و از آن گناه خیلی نفرت داری. یعنی هرگز آن گناهی کردت رو با خرسندی تو ذکر نمی کنی. من میدونم خواهرانی که رقص های کرده خود رو یا بعضی ببخشید کارهای حرام خود رو از طریقه تعریف میگن، ما در وقتش این میکردیم اون میکردیم، یگان خیلی ندامت در دهانشان نیست، با فخر گناههای کرده خود را نقل میکنند. هرگز این توبه کردن نیست، گویا که فرصت شود باز تو به گناهت برمیگردی. وقتی پروردگار میگوید شما توبه کنید توبه نصوح، یعنی توبه که اون گناهی کرده را تو کلن از آن دست کشیده باشی، حتی نیتی هم نداشته باشی که به اون گناه برمیگردی و نسبتش نفرت داشته باشی. بعضی علما میگن همیشه در پیش چشمانی تو اون گناهت خودش را نشان دهد که تو همیشه ترس داشته باشی که یکی باز به همون گناه برمیگردم و همیشه دعا کنی که پروردگار به من نصیب نگردان که من باز همون گناه هم را کنم. انا این چه هست؟ توبه نصوح هست. توبه هم به دهان می شود، هم با قلب می شود و هم با جسم می شود که دیگر به اون گناه دست نمی زنی. اما چه خیلی گفتم توبه کردم و در قلب عاشق همان گناه هستم، انتظار فرصت هستم باز یکی بر می گردم، یا اصلا از کرده خود پشیمان نیستم و یگان ندامت هم ندارم، این توبه نیست. این فریب کردن خودت هست که فریب تو به پروردگار هیچ ضرری نمی رساند. و همینجا الله میگه شما توبه کنید توبه نصوح به سوی پروردگارتان
پروردگار عسی ربکم شاید به معنای واجب است و واجب است که و حتما پروردگار گناه های شما را یکفر کفاره میکند، میپوشاند، میبخشد. وقتی شما توبه نصوح کردید پروردگار گناه های شما را میبخشد و شما را داخل جنت میکند، جنتی که تجری من تحتها الانهار، در زمین های او دریاها جاری هستند. همینجا خواهران عزیز وقتی الله میگوید شما توبه نصوح کنید پروردگار گناه های شما را میبخشد، آیا تمام گناه ها با توبه کردن بخشیده می شود یا اینکه اینجا گناه هایی هست که فقط توبه کافی نیست، تو باید باز جبرانش رو هم دهی. برای همین در تفسیر ابن کثیر نبود، در تفسیر قرطبی همین مسئله رو خیلی وسیع کردگی هستند و امام قرطبی میگویند گناه های هست که مثل قضای نماز، قضای روزه یا ندادن زکات ها، تو فقط با توبه خلاص نمیشوی، تو اون قضاهایت رو ادا میکنی. برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا بار نماز رو قضا کرده بودن و قضایش رو همراه صحابه ها خونده بودن، توبه کنید خلاص نگفته بودن هرگز. و همه میدانیم که در قرآن آیتی قرآنی کریم است که چی میگوید اگر بیمار بوده، در سفر بوده، دیگر روز روزه گیرید. یعنی گناهایی هست که فقط با توبه خلاصی نیست، مانندی حق الله مثل نماز و گفتیم روزه و زکات و اینها که شما جبران اون رو میگدهید، اما مثلا سطر نکردید، سطر رو میدونیم دیگر علاج برگشتن نیست، به این فقط توبه میکنیم به پروردگار. باز گناهایی هست که حق آدمی هست، پولی کسی رو گرفتیم، کسی رو تهمت کردیم، کسی رو تا اندازه به حدش ظلم کردیم که او رو زیر زمینش کردیم، یعنی در حق کسی ظلم کردیم، فقط با توبه کفایه نیست. از اون انسان بخشش میپرسید تا زمانی که او شما را نبخشید شما در نزد الله با توبه نصوحتان پاک نیستید. در حق کسی خیانت کردید، در حق کسی تهمت کردید، با کسی ظلم کردید، مال کسی رو گرفتید، چیزی کسی رو گرفتید، شما حتما در این وقت از آن انسان باید بخشش پرسید. یا کاری کنید با هدیه دادن باشد، با آبروی او را برداشتن باشد که او شما را ببخشد، در این وقت بخشیده می شود. حق الناس میگویند، حق انسان ها بخشیده نمی شود با توبه نصوح. یا مثلا در اسلام قصاص است، آره کسی رو کشتی توبه کردی خلاص نمی شوی، اگر قانون اسلامی باشد تو هم یا کشته می شوی یا کشته می شوی، خیش و تباری اون آدمی کشتد اگر می کشیم گفتن قصاص می شود، یا اینکه تو به او دیه می دهی، 100 شتر می دهی، 100 شتر 100 ماشین حساب کنید، یا اینکه از اون هم زیادتر و ایها میگن که همین مقدار پول بده ما تو رو نمیکشیم. یعنی یک کس رو کشتی توبه کردی خلاص نیستی. امروز چی هست خواهران عزیز؟ گناه رو میکنن، دزدی رو میکنن، غارت رو میکنن، سرایندگی رو میکنن، حرامخوری رو میکنن، یک حج رفته میآیند گویا که دیگر فرشته شدن. با حج رفته به فکر شما یک انسان این همه دزدی که کرد، این همه مردم رو غارتی که کرد، این همه ظلمی که در حق بنده های الله روادید، با یک حجش همه گناهش بخشیده شد؟ او دیگر مثل کودکی که از مادر تولد شده است برمیگرده تمام همه گناهش بخشیده شد؟ نه، تو گناهایی که به نفس خود کردی، مثلا چی گفتیم، وقتهایش بود که مثلا الله را فراموش کردی، یکی عرق نوشیدی، یکی مثلا موسیقی گوش کردی، یا که به زنا دست زدی و به تو حد نزدن چون اسلام قانون اسلام در زمین جاری نیست، او شاید توبه نصوح تو، حج تو سبب شود که بخشیده شوی. اما گمان نکن که دزدی های تو با یک حج کفاره می شود، حرام خوری های تو با یک حج کفاره می شود، به ناموسی چند نفر، به آبروی چند نفر دست زدی با یک حج تماما کفاره می شود. یعنی توبه جای خودش را دارد، همه گناه ها را ما با توبه پوشیده نمی توانیم. برای همین علل خصوص گناه هایی که یا کارهایی که در حق مردم میکنیم، چی فرزندمون باشد، چی همسر خانه‌مون باشد، شوهر یا زن یا پدر و مادر، خواهر و برادر، خواهران عزیز، دانسته مانید که ظلمی که کردید با توبه خلاص نمیشوید. آن انسان اگر از حقش نگذرد روز قیامت شما گناههای او را میگیرید. اگر ثوابتان زیاد باشد که ثواب میدید که در آن روز هیچ فرزنده به پدر و مادر ثوابش رو داده نمیخواهد. الله میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه
و ابی. برای همین در دنیا از حق ناس باید ترسید، از حق همسایه باید ترسید، از غیبت مردم باید ترسید، از درباره ناموس مردم صحبت کردن، درباره بی‌آبرو کردن یک نفر، علل خصوص درباره شکستن قلب یک نفر باید ترسید که او شما رو نبخشد شما بخشیده نمیشوید. او کرد و شما کردید، او بدی کرد و شما بدی کردید، اینجا شما هیچ گناهی ندارید و جزاء سیئة مثلها میگوید الله. و بدی ها بعد جواب دادی باقی ندارد، اما بخشیدی باز بهتر است و قدرت بالاتر است. لیکن وقتی الله میگوید توبه کنید به سوی پروردگار، توبه خالصانه با ندامت با پشیمانی، توبه نصوح که بر نمیگردید، الله شما رو میبخشد. معنای آیت این نیست که کل گناه ها رو با توبه شما میتوانید پوشانید، نه. گناه هایی هست که خیلی گفتم تو باید جبرانش را دهی در دنیا. نمازهای قضایت را میخوانی، روزه های قضایت را میگیری، قرض های گرفتت را میدهی، اما باز گناه های دیگر هم هست که از آن انسان بخشش میپرسید. پروردگار از حق خود میگذرد اما از حق بنده نمیگذرد. سبحان الله. عدل پروردگار رو ببینید که میگوید اون نفرت تو راضی نباشد من راضی نیستم. برای همین مسئله حق مردم خیلی و خیلی مسئله جدی هست و مصیبت این است که ما اساسا حق مردم رو با زبانمون پایمال میکنیم. هست که بعضا پول مردم رو میگیریم، حقش رو دیده و دانسته یا ندیده میخوریم، اما زیادتر با زبان خود به این گناه دست میزنیم که باید انسان زبان خود رو در این وقت خیلی و خیلی محکم گیرد. دوامش الله میگوید عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. شما توبه کنید، توبه نصوح که درباره‌اش صحبت کردیم. پروردگار گناههای شما رو میبخشد و شما رو داخل جنت میکند، جنتی که زیر درختانش یا در زمین آن دریاها جاری است. و در وصف جنت حدیث آیت ها زیاد است که خیلی میخوام درباره جنت صحبتی هم داشته باشه. در دوامش الله میگوید آن روز الله خوار نمیسازد پیامبر را و آنهایی که ایمان آوردند. یعنی روز قیامت بدانید که ای مومنان شما عزیز هستید، به خاطر ایمانتان، به خاطر صبرتان در دنیا، به خاطر دوریتان از گناه، الله وعده میدهد که نه پیامبر را نه مومنان را در روز قیامت الله خوار نمیسازد. نورهم و پیامبر هم چی میگفتن؟ اللهم لا تخزینی یوم یبعثون. دعای پیامبر بود، میگفتن پروردگارا روز قیامت مرا خوار نساز. نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شیء قدیر. نور آنها یعنی نور مؤمنان، یسعى بین ایدیهم پیشا پیش آنها می رود، و بی ایمانهم و از طرف راست آنها می رود. آنها میگویند پروردگارا نور ما را کامل بساز، واغفر لنا و ما را ببخش. سبحان الله. یعنی صفت مؤمنان را پروردگار میگوید در روز قیامت مؤمنان پیش و پیش خود نور دارند و از طرف راست خود نور دارند. و درباره نور مؤمنان یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعى نورهم بین ایمانهم و بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. در سوره حدید آمدگی هست خواهران عزیز که پروردگار میگوید آن روز تو نوری مؤمن مردها مؤمن زنها رو میبینی که پیش و پیششان و از طرف راستشان میرود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کس به قدر عملش روز قیامت نور دارد و نور شما اساساً در وقت گذشتن از پل صراط کمکتان میکند. نفرانی هستند که نورشان از این شهر تا آن شهر است، یعنی از این که عمل صالحشان زیاد است نورشان هم خیلی و خیلی زیاد است. نفرانی هستند که نورشان به اندازه فقط دیدن پیش پایشان هست. نفرانی هم هستند که اینقدر عملی کم دارند که نور آنها یکی گران می شود و یکی خاموش می شود. یعنی شما به اندازه عمل صالحتان روز قیامت نور دارید.
و منافقان وقتی که نزدیک پلیس رود میشوند تماما در تاریکی میافتند. در سوره حدید انشاءالله باز میخوانیم. مؤمنان وقتی میبینند که منافقین در ظلمات ماندن این دعا را میکنند: ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگارا یک نور ما را خاموش نکن، یک نور ما رو از ما نگیر مثل منافقین که ما روح گم نزنیم، ما از پلیس راد گذشته توانیم. واغفر لنا و گناه های ما را ببخش. یعنی صفت مؤمنان حتی در قیامت هم استغفار را دوام میدهند. واغفر لنا، پروردگار ما را ببخش. در قیامت هستند، نورشان پیش و پیششان هست، از طرف راستشان هست. باز هم به الله دعا کردن میگیرن که پروردگار این نور ما را یک خاموش نساز، نور ما را مکمل تر کن و این چنین گناه های ما را ببخش. اینک علی کل شیء قدیر، تو به همه چیز قادر هستی، تو به همه چیز قادر هستی. در ما حدیث از خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من روز قیامت مؤمنان را از نورشان میشناسم، امتانم را از نورشان میشناسم و این چنین از آثار طهارت میشناسم. یعنی از اینکه طهارت کردن، هر یک عضوی که آنها در طهارت میشستن نور میبارد از آن و این چنین از نورهایی که پیش و پیششان هست و طرف راستشان هست. و گفتیم هر یک مؤمن به اندازه عملهای در دنیا کرده اش نور دارد. آنها را من روز قیامت میشناسم که پروردگارا باید این دعا هم در ما باشد. خواهران عزیز، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پروردگارا نور ما را کامل بساز. که در ظلمات، چون نور با عمل صالح هست، یعنی عملهای ما را هم در دنیا زیاد گردان تا در روز قیامت صاحب نور برزیادی شویم و گناههای ما را ببخش. و آنهایی که در دنیا گناه دارند در قیامت هم هیچ نور ندارند. در دوامش آیت 9 که بینم که دیگر آیت 9 پروردگار میگوید: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیامبر، جهاد کن با کفار و منافقین، واغلظ علیهم، و با آنها غلیظ باش. یعنی الله به پیامبرش امر میکند که تو باید با کفار و منافقین جهاد کنی. جهاد با سلاح می شود وقتی مؤمنان قدرت دارند، اما با منافقین جهاد با زبان می شود و اگر آنها با دلیل حق الله را پایمال کرده باشند جهاد با حدود می شود. واغلظ علیهم، با آنها غلیظ باش. یعنی وقتی قدرت در دست مؤمنان هست، مؤمن باید با کافر غلیظ باشد. همه گناهی او را بخشیده فقط تبسم کنان به روی کافر نگاه کردن، این از ایمان نیست. غلیظی باید در چهره مؤمن وقتی قدرت در دست او هست و نفر روبرویش دارد قانون الله را پایمال میکند، چی باشد؟ غلیظی باشد. اعزة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین اذلة علی المؤمنین. در صفت مؤمنان الله چی میگوید؟ برابر کافران عزیز هستند، یعنی قدرتمند هستند، اما در برابر مؤمنان تواضع دارند، خود را خیلی بیچاره نشان میدهند، خاکسارند برابر مؤمنان. اینجا هم الله میگه واغلظ علیهم، یعنی غلیظ باش با مؤمنان، ببخشید با کافران. غلیظ باش چی است؟ سختگیر باش در وقت حد و حدود و در مسئله های جهاد. همه را بخشیدن و کافر در دنیای دو روزه چیکار خواهد کند؟ قبر او جدا قبر من جدا نمی شود. وقتی مؤمنان قدرت دارند باید پیاده کنند دین پروردگار را در روی زمین. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، و مأوای آنها یعنی جایگاه آنها جهنم است و چه بد است برگشت آنها و مسیر آنها. در دوامش خواهران عزیز، پروردگار برای ما مثال میزند دو زن را، یکی زن نوح، دیگر زن لوط را. الله میگوید: ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین. پروردگار مثال میزند برای کافران همسر نوح و همسر لوط را. یعنی پروردگار برای شما مثال میزند که شما اگر در نزد پیامبر باشید و ایمان نداشته باشید، پیامبر شما را شفاعت کرده نمیتواند. شما فرزند اولیا باشید، شما فرزند بهترین بشر باشید، اما ایمان نداشته باشید،
همنشینی با یک انسان صالح وقتی تو ایمان نداری هیچ فایده نداره. و الله اینجا چی میگوید؟ همسر نوح که در بعضی تفسیرها نامش والحه بود میگویند و همسر لوط والعه با عین بود میگویند. هر دو این زن رو مثال میزند که اینها زیر دو پیامبر بودن، یعنی با دو پیامبر زندگی میکردن، یکی با نوح دیگری با لوط، در یک خانه زندگی میکردن، در یک بستر خواب میکردن، اما از اینکه ایمان نداشتن، از اینکه خیانت خیانت به معنای این است که اینها چیکار کردن؟ ایمان نداشتند و خیانت کردن. خیانت کردن به معنای اینه که نعوذ بالله زنا کرده باشن. یگان زنی پیامبر زناگر نبود. در این باره اجماع علما هست. اینها خیانتشون از جهت چی بود؟ از جهت ایمان نآوردن. و همسر نوح حتی به دیگران میگفت شوهر من مجنون است. یعنی اینقدر زنی بدبخت بود که با کافران برآمده شریکی میکرد و میگفت شوهر من دیوانه هست. و همسر لوط باشد وقتی به خانه لوط مثلا مهمان می آمد، فرشته ها می آمد، به مردها رفته میگفت روید کارهای بد کنید با آن فرشته ها، نعوذ بالله، که اون انسان میدید با چشمش. یعنی این گونه خیانتکار بودن. هر دو هم همدست و همشریک کفار بودن. و الله میگن هر دو این زن اگرچه همسری پیامبر باشد هم فلم یغنی عنهما من الله شیئا، شوهرشان برای آنها یگان فایده نداد. یعنی شوهر اینها، یعنی حضرت نوح و حضرت لوط، برای همسران خود در نزد پروردگار یگان شفاعت کرده نمیتوانند. و قیل ادخلوا النار مع الداخلین، و به آنها گفته می شود که داخل شوید به دوزخ همراه داخل شونده ها. یعنی شما ای زنها، علاوه خصوص زنها رو مثال می آورد پروردگار، آره اگر خودتان منافق صفت باشید، در قلبتان ایمان نباشد، یا پناه به الله در قلبتان نیت‌های بد نسبت شوهر و نسبت دین داشته باشید، هزار زنی حاجی باشی، زنی علامه باشی، زنی حتی زنی پیامبر باشی، هم شوهرت به تو فایده ندارد. و یا اینکه پدر و مادرت عالم بزرگ از خودت یک بدبخت گناهگار هستی، از الله نمیترسی، گمان نکن که شفاعت آنها تو را داخل جنت میکنند. آره شفاعت هست، اما شفاعت نسبت مؤمنان است، مؤمنانی که به الله ایمان دارند اما به گناه دست زدن از سبب اینکه به نفسشان زور برآمده نتوانستند. اما برای کافر هیچ شفاعت وجود ندارد در قیامت. اون شفاعتی که هم برای مؤمن است به خواست الله میشود. مثلا برای فرزندی مؤمنتان، پدر و مادری که مؤمن بودند و اما مثلا عمل صالحشان زیاد نبود، یکی به شما حق شفاعت شود، اون هم به اجازت الله می شود. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، میگوید الله، کیست که شفاعت کند در نزد الله مگر با اجازت الله. اما انسان های کافر کسی به آنها شفاعت کرده نمیتواند. و الله چی میگوید؟ همنشینی با پیامبر، زیستن با پیامبر، حتی وقتی تو ایمان نداری، یک خائن دین هستی، اون حتی پیامبر باشد هم برای تو کمک کرده نمیتواند. در دوامش الله میگوید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. و الله مثال میزند، ضرب المثل میزند برای مؤمنان همسر فرعون را، آسیه دختر مزاحم را. اذ قالت، وقتی گفت پروردگارا به من در نزدت، سبحان الله، اول میگه در نزدت، به من در نزدت خانه در جنت بنا کن و مرا نجات از فرعون و از عملهای فرعون و مرا نجات از قوم ظالمان. برعکس بالا پروردگار میگه وقتی تو ایمان داری و در اطرافت کفار هستند، حتی شوهر کافر داری اما با کفر او شریک نیستی، پروردگار تو را داخل جنت میکند. یعنی هرگز گمان نکن که به خاطر کفر شوهرت که تو راضی نیستی، یا یکی فرزندت کافر است که تو هیچ راضی نیستی، تو تمام جهادت را، تمام سعی کوششت را کردی، آنها تو را به دوزخ درآورده نمیتوانند. و درباره حضرت آسیه دختر مزاحم، خواهران عزیز، میدانید که حضرت آسیه به موسی ایمان می آورند، به موسی و هارون، و فرعون از این با خبر می شود. و فرعون رو میدانید انا ربکم الاعلی، چی میگفت؟ من پروردگاری عالی مقام شما هستم. سبحان الله، خودش رو خدا اعلام کرده بود در آن وقت.
و همسری همین با توفیق و هدایت الله آسیه ایمان می آورند و فرعون با خبر می شود و به مردم برآمده می گوید شما درباره آسیه چی فکر دارید که او همیشه مشورت میکرد. میگن ما مردم میگویند مشاورانش میگن ما بهتر از آسیه رو نمیدانیم، ولی فرعون میگوید او به من نه و به خدای دیگر ایمان دارد. به او مشورت میدن که او را بکش، اما فرعون یک باره نمیکشد. فرعون دست و پای آسیه را زنجیربند میکند و در گرمی آفتاب میماند، بالایش هم سنگ وزمینه میماند و میگوید اگر برگشتی زنی من هستی، اگر در دینت استادی همین طور میمونم تا که بمیری. حدیث از سلمان فارسی است که سلمان فارسی میگن ملائکه ها با قنات های خود، با بال های خود آسیه را سایه میکردند که آسیه الکی در همون وقت عذابش مکان خود را در جنت میدید و به جای اینکه گریه کند همیشه تبسم میکرد که پروردگار مرا زودتر به نزد خودت گیر. و فرعون میگفت این یک مجنون است، این زن دیوانه هست، من اینقدر این را عذاب میدهم، اینقدر در مشقت است، این پاشد تبسم میکند، این عقلش را داده است. اما آسیه دعا میکرد. دعاش هم چی بود؟ مرا به جنت درار، نه مرا داخل جنت کن، نه در نزدت من خانه میخواهم، در جنت من نزد تو بودن میخواهم. و پروردگار رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، پروردگارا در نزد خودت من خانه میخواهم، خودت را میخواهم. و علما میگویند اختار الجار قبل الدار، آسیه زنی بود که همسایه رو پیش از خانه انتخاب کرد. اول گفت من تو رو میخواهم پروردگارا، در نزد تو خانه میخواهم، خانه بدون تو نمیخواهم. سبحان الله. و الله مثال میزند آسیه رو و شجاعت همین زن رو. خواهران عزیز، من هر باره درباره آسیه صحبت میکنم یا میگم پروردگار حضرت آسیه رو به ما مثال میزند و اولین چیزی که به خاطرتان آید شجاعت این زن باشد. زنی که برابر یک شوهر عادی، نه، شوهری که خودش رو خدا میگفت ایستاد، گفت هر چی خواهی کن، هر چی گویی گو، من به الله ایمان دارم، من از دینم بر نمیگردم. شجاعت یک زن رو ببینید، یعنی تو چی اندازه یک زن صاحب شجاعت است. همه چیز برای او در دنیا آماده است. قصر فرعون است، میلیون خدمتگارها هست، هرچی او خواهد شوهرش که خودش هم پادشاه بود و هم خود را خدا اعلام میکرد آماده میکند. او میگوید نه، من تو را نه، من پروردگار را میخواهم، من الله را میخواهم، من در ایمانم هستم، من بر نمیگردم. یعنی تصور کنید یک بار خودتان را در جای این زنهایی هستند به خاطر یک انگشتر طلا سطر خودشان را کشودگی هستند. از اینکه یک شوهری منافق کردند و شوهرشان یک کم هدیه داد سطرشان را کشودگی هستند. زنهایی هستند ببخشید به خاطر یک عموما کارهایی که ارزشی حتی تبسم رو ندارد، آنها از انسانگری خود میبرایند به خاطر دوسته تنگ پول و یگان خانه و یگان چیز دیگر. اما آسیه از کل دنیا دست کشیده بود به خاطر الله و الله او را مثال زد و او را به ما مثال زد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رخت میکشند در زمین. حدیث در صحیحین است، میگن این 4 نفر بهترین زنهای جنت هستند، یکی خدیجه و دیگر فاطمه، دیگر آسیه و دیگر مریم. و الله هم به ما که را مثال میزند زن مومن باید مثل آسیه باشد. به خاطر دنیا و نعمتهای دنیا الله را فراموش نکنید و هر کی در گردتان باشد هم، هر کی در اطرافتان باشد هم، شما یقین بدانید که پروردگار شما را عزیز میکند با ایمانتان و یگان نفر آن عزت را داده نمیتواند. و در اینجا دعای حضرت آسیه رو هم الله به ما میگوید که چی گفت؟ رب نجنی، پروردگار نجاتم ده از فرعون و از عملهایش و از قوم ظالمین. و وقتی همین دعا رو میکنن، وقتی که فرعون میخواد باز هم با سنگ بالاتر، یعنی به خدمتگارهایش میگه سنگ وزمینتر رو به بالایش پرتوید، اگر در گپش استاد هنوز سنگ آمده نزده، پروردگار روحی آسیه را به جنت میگیرد، به نزد خود میگیرد که در آنجا در رزق و در نعمت پروردگار هستند. و آسیه به بالایشان وقتی سنگ پرتاب کرده می شود الکی جانشان برآمده بود، چون چی میگویند؟ پروردگار من تو را میخواهم، نزد تو رفتن را میخواهم، تو خودت مرا نجات ده. و تبسم کنان از این دنیا و دارالحقیقه میروند. در دوامش آخران آیت تمام کنیم ها یک باره. آیت 12
الله میگوید و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و رسله و کتبه و کانت من القانتین. و الله برای شما ضرب المثل میزند، بهترین مثال میزند. مریم دختری عمران را، آنی که احسنت فرجها، عورتش را، خودش را خیلی حفظ کرده بود و بهترین شکل از زنا دور شده بود. فنفخنا فیه من روحنا، پس ما روح خود را در مریم دمیدیم. و صدقت بکلمات ربها، و او تصدیق کرد سخنهای پروردگار را و کتابهای پروردگار را. کلمات را بعضا میگویند پیامبران الله را. و کانت من القانتین، و او مریم از جمله قانتین، زیاد دعا کننده و زیاد عبادت کننده ها بود. زنی دیگر خواهران عزیز، یعنی دو زنی که الله مثال میزند، دویمش مریم دختر عمران است. چه خیلی میدانید دختره که هنوز به 18 نرسیده، پروردگار میگوید تو حامله میشوی و مریم هم قبول میکند. سبحان الله. دختره که در مسجد کلان شده بود و جبرائیل میآیند و با یک حف کردن که میگویند از جیب یا از کیسه مریم نفس جبرائیل داخل می شود به رحم مریم و مریم حامله می شوند و از یگان تهمت یهود ها نترسیده، از یگان انسان نترسیده، کودک را به دست گرفته به بین مردم می آید و می گوید این کی هست؟ این فرزند من است که الله به من داد. و این هم شجاعت مریم بود که از یگان چیز نترسیده، نه از تهمت. در ما چی هست؟ از زنا فرزنددار می شوند با خودکشی می کنند. از زنا فرزنددار شدی، یک گناه دیگر خودکشی کردن، ترسانچه گناه دیگر. توبه کن، توبه کن، پشیمانیت رو اظهار کن. پروردگار تو را میبخشد. وقتی تو را پروردگار بخشید، بنده های پروردگار هم تو را میبخشد. چرا میروی خودکشی میکنی؟ بالای گناه میگیری، جهنم را برای ابدی به خود میگیری. مریم زیناگر نبودند. پروردگار میگوید احسنت فرجها، خودش را محافظت کرده بود. بهترین زنی، پاک دامنترین دنیا بود. بر عوض این زنی که در کنار زکریا پیامبر بزرگ شده بود و در مسجد الاقصی بزرگ شده بود، باز هم وقت پروردگار گفت برای تو ما یک چه داره مسئولیت تو میپذیری، برای تو ما وظیفه میدهیم، تو پیامبری رو به دنیا می آوری. صدقت بکلمات ربها و کتبی، تصدیق کرد پروردگارا هرچی تو گویی اون باشد، من راضی هستم. من گفته تو را میکنم گویان. عیسی را به دنیا آورد و عیسی را گرفته به بین یهودها آورد. اگرچه تهمت پیشتر کرده بودند، بعد از صحبت کردن عیسی یقین میکنند که عیسی پیامبر است و مریم آدم عادی نیست. و کانت من القانتین، و از زیاد عبادت کننده ها بود. حضرت مریم هم خواهران عزیز شجاعت دارند مثل حضرت آسیه. شجاعتی دارن که نترسیده. چه خیلی گفته ایستادم دختره که هنوز به 18 نرسیده، کودک را گرفته به شهر به بین مردم می آورن که من پروردگارم به من داد و من قبول کردم. و حقیقت همیشه بر معلوم می شود. صدیقین یا انسان‌های راستگو همیشه جای خود را پیدا می‌کنند. اگرچه در وقتش تهمت به حضرت مریم زده باشد، هم امروز می‌بینید که همه یقین دارند از مؤمنان که پاکدامن‌ترین زن حضرت مریم هستند و مسیحیان حتی تو اندازه مریم را بیگناه میدونند که خدا هم نعوذ بالله میگویند. ولی مریم که از یک بنده پروردگار است، اولیای الله هست که وقتی الله برایش وظیفه داد قبول کرد و آن را انجام داد. و به ما این دو زن را الله مثال میزند که شما زنهای مؤمنه پیروان مریم دختر عمران باشید، آسیه دختر مزاحم باشید، نه اینکه مثل همسر لوط و همسر نوح باشید. این بود پایان سوره تحریم. خواهران عزیز، با همین سوره تحریم رو تمام کردیم. الله نصیبمون کرده باشد صحت و سلامت باشیم. درس آینده سوره طلاق رو میگیریم. تو همینجا سوال داشته باشید بفرمایید.